حقیقتشو بخواین، من هرچی فکر میکنم معنی این که ما مذاکره نمی کنیم رو متوجه نمیشم. چرا از تاریخ عبرت نمیگیرید؟ مگه شما در برجام از 19000 سانتریفیوژ اومدیم رو 5040 تا، از 4 مرکز غنیسازی 3 تاشو تعطیل کردیم، از سوخت 20% اومدیم 3.6%. دوربینای آفلاین آژانس رو آنلاین کردیم، بازرسی آژانس رو همه روزه، همه وقت و هر جایی کردیم. چی شد؟ تحریم‌های آیسا در دولت آقای اوباما و دموکرات‌ها تمدید شد. مگه سال 82 نیومدین جلو آمریکا گفتید آقا اصلا پلم می‌کنیم، تصمیم می‌گیرید بستن اعتماد غرب جلب شود؟ اون موقع ما سوختمون 1.5% بود، یعنی ترقه هم باش نمیتونستیم بسازیم، چه برسه به اتم. ولی با این وجود که آژانس میگفت صلح‌آمیزه، میدونید آژانس انرژی اتمی 11 مرتبه گزارش رسمی داده که ایران به تک تک بندهای برجام پایبند بوده. بستیم، 6 ماه گذشت، گفتیم آقا چی شد؟ هنوز اعتماد ما جلب نشده. یک نمونه مثال توی دنیا به من بزنید، یک نمونه مثال در کل تاریخ روابط بین الملل، کشوری که رفته توی تحریم و با مذاکره رفع تحریم موفق و طولانی مدت داشته باشه. یک دونه. تحریم‌های شوروی هنوز رو روسیه است. تحریم‌های عراق صدام 13 سال بعد از اشغال آمریکا سال 2016 زمان آخرین سال اوباما نصف شد تازه. تحریم‌های کوبا بعد از عادی‌سازی روابط اوباما با رئیس جمهور کوبا بعد از 50 سال هنوز روی کوباست. تحریم‌های کره شمالی بعد از دیدارش با رهبر کره شمالی هنوز روشه. لیبی هم که مثال نزنم که چه بلایی سرش اومده.